شعله‌های آتش. سلی و جن. اگه نگرانی که مادرم خونه باشه، خونه نیست. این اواخر همش از این کلانتری میره به اون کلانتری. برای همین زیاد اینجا نمیمونه، تو خونه خودش میمونه. مطمئنی نمیاد دیگه؟ حتی بیادم فرقی نمیکنه، چون اینجا نه خونه اونه، نه خونه داداشمه و نه خونه من. خونه کایابیلی هست و تو هم مهمون منی. ای کاش میرفتم هتل. چیچک، من نخواستم تو رو تنها بذارم. پیاده شو لطفاً. چیچک، به من اعتماد داری؟ خیلی خوب، پس پیاده شو لطفاً. اسکندر خان، چیچک، خوش اومدین. ممنونم فاطمه. چیچک یه مدت، یعنی تا وقتی که دلش بخواد اینجا میمونه. تو اتاق مهمونو براش آماده کن. چشم، آماده میکنم. ممنونم. خوبی؟ نیستم. خوب میشی، بهت قول میدم. اینجا کسی کاری باهات نداره. به من اعتماد کن. اعتماد دارم. چی شده؟ برای آخرین بار اومدی ملاقات؟ وقتمون خیلی کمه، باید حرف بزنیم. چی شده؟ خواستی به اسکندر اتهام بزنی. میبینم از همه چی خبر داری. آره دارم، چون نمیخوام دوباره اشتباه بکنی، فهمیدی؟ اشتباه؟ تو میدونی پسرت چی کار کرده؟ کافیه، از دستتون خسته شدم. تو میدونی پسرت چی کار کرده؟ اون یکی میگه تو میدونی داداشم چی کار کرده؟ به خودتون بیاین. نمیبینی چطوری گیر افتادم مامان؟ نمیتونم نفس بکشم. من اینجا دیوونه میشم. همه اینا به خاطر وسواست به جمر است. خودت باعث شدی اینطوری بشه. من غرق بشم همه غرق میشن، از اوزان تا اسکندر. به اسکندر آسیبی نمیرسونی. نباید به اون هیچ اتهامی وارد کنی. من شروع نکردم. اما تو تمومش میکنی. من تمومم. اسکندر منو نابود کرد. ببین منو، کل اتهاماتو قبول میکنی چون مقصر واقعی همشون تویی. اصلاً. آره قبول میکنی. هر کاری من میگم همون کارو میکنی. میدونی اگه اتهاماتو قبول کنم مجازاتم چقدر میشه؟ چاره دیگه این نداریم. من اینجا نمیمونم. نمیشه هرگز. نه. آره پسرم، نمیبینی؟ داریم نابود میشیم. کل ثروتمون از دستمون میره. به آینده گنش فکر نمی کنی؟ ببین، تبرئه شدن تو غیر ممکنه. لااقل بذار اسکندر خلاص بشه. به ما فکر کن، به آینده‌مون فکر کن.
به بچت فکر کن، به خاطر گنش، به خاطر دخترت. صبح بخیر. صبح بخیر. دارم میرم. ازمیر؟ اینطوری بد شد. کاش منم برای بدرقت می اومدم. نمیخوام خداحافظی کنم. اینطوری بهتره. باش. رسیدی لطفاً به هم زنگ بزن. باشه. نگرانت نشم. نگران نباش. سرکان همه چی رو حل میکنه. تا وقتی برام خونه بگیرن تو هتل میمونم. زود به زود همو میبینی. آخر هفته ها من میام، تو میای. البته که میایم. حتما میایم. هر وقت نیاز داشتی به هم زنگ بزن. خیلی خوب. آدم همیشه به خواهرش نیاز داره. اینطوری نگو، گریه میکنم و نمیخوام گریه کنم. باش گریه نکن. هر کاری دلت میگه رو بکن. قلبت هرچی میگه همونو انجام بده. باشه. دوست دارم. خیلی دوست دارم. منم. عمر نمیخواست بیاد؟ فکر نکنم. میدونه داری میری. گونه‌شو از طرف من ببوس. باشه. رسیدی فرودگاه بهم خبر بده. باشه نگران نباش. باشه. عمر دیدمت. چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ داشتم رد می شدم. تو دیوونه شدی؟ بیچاره همش پشت سرش رو نگاه می کرد. اون وقت تو اونجا قایم شدی و همه این اتفاقا رو تماشا کردی؟ عمر شده در استودیو. نمیدونم شما با هم میتونین یا نمیتونین، اما اگه الان امتحانش نکنین تا آخر عمرتون نمیتونین خوشبخت بشین. به چیزی که دارین تکیه کنین. اگه کنار همدیگه خوشحالین، بعد از اینشو بسپرید به خدا. زندگی کنید، تجربه کنید. اینطوری نمیشه جمله. اگه بهش نگی بمون تا آخر عمرت حسرت میخوری. تو به خاطر دوستات، عزیزات، آشناهات، حتی همسایه‌هات میجنگی. چرا نمیخوای برای زنی که دوستش داری بجنگی؟ نمیجنگم. نه نمیخوام. من یه چیز دیگه میگم. اگه تو بهش بگی بمون و اون بره، اینطوری ترک شدی. تو هی گفتی برو برو، اونم رفت. الان رویا رفت یا تو اونو فرستادی؟ یه بارم بهش بگو بمون، ببین چی میشه.
ارزششو نداره. چلبی کایابیلی، بنابر اعترافات دورسون یامان فیرتینیا اوغلو و بنابر مدارک و شواهد موجود، اتهامات قاچاق آثار تاریخی و تأسیس سازمانی برای جرایم غیر قانونی رو قبول می‌کنین؟ خیر، اتهاماتی که گفتین رو قبول میکنم، فقط ناقصه. به جز اینا عدنان اوزحلیم که برام کار میکرد بیگناهه. اون شب من مجبورش کردم که جای آثار تاریخی رو عوض کنه. تهدیدش کردم. این تو مدارکی که وکیلم بهتون داده موجوده. حکم. از متهمین عدنان اوزحلیم آزاد هستند و چلبی کایابیلی هم به 21 سال و 9 ماه حبس محکوم می شود. آهنگ بذارم؟ آره بذار. این خوبه. باشه. Şimdi söylersen şarkılar sessiz, gözlerin hissiz, sözlerin yarım kalır. Gitsen de kalsan یکم یواش برو، به هم زمان بده بهت برسم، چون این بار خیلی دوست دارم تو زندگیم با یکی همراه بشم. و بیخیالش نمیشم، دیر یا زود، اینطوری یا اونطوری بیخیال نمیشم. کاری نداری؟ نه ندارم. Yağmur damlalarını unutamam, hatıranı unutamam, beni avutan, beni koruyan dokunuşlarını. Şimdi gidersen hayat sende kalır. Bir gün dönersen gel, yarım kaldık. Şimdi söylersen
şarkılar sessiz, gözlerin hissiz, sözlerin yarım kalır. Gitsen de, kalsan da, acıtsan da, gitsen de, kalsan da, acıtsan da, hey, benimle yaşa, hey, benimle yaşa. Unutamam bu rüyayı, unutamam çıplak bedenimde dolaşan. بابا برو دیگه برو. برو دیگه به درد نخور. Unutamam hatıranı, unutamam beni avutan, beni koruyan dokunuşlarını. Unutamam bu rüyayı, unutamam çıplak bedenimde dolaşan yağmur damlalarını. Unutamam hatıranı, unutamam beni avutan, beni koruyan dokunuşlarını. زود باش رویا لطفاً. الو الو رویا کجایی؟ تو راه. خیلی خوب باشه، من الان دارم میپرسم دقیقاً کجایی. الان تو راه فرودگاهی. تصادف شده، منتظری. باشه باشه. رویا پیاده شو. عمر تو چی داری میگی؟ رویا تو رو خدا پیاده شو، زود باش، تو رو خدا. چی شده؟ چیزی نیست. یه چیزی هست رویا، تو رو خدا یه بار به حرفم گوش بده، زود از ماشین پیاده شو. رویا پشت سرت. رویا نرو. نرو رویا. برای گفتن این یکم دیر نکردی؟ دوبله شده در استدیو اما جن. رسیدم دیگه، تو رو خدا نرو، دیر نکردم، رسیدم. برای اینکه بمونم یه دلیل بهم بگو، فقط یه چیز. رویا راه باز شد، زود باش. حدس می‌زدم. اگه تو بری من سردم میشه پرنسس. رویا چی میگی بابا؟ ای رویا زود باشین دوستان، سوار ماشینتون بشین، کار و زندگی دارین. داداش قربونت برم، 2 دقیقه صبر کن تو رو خدا. زود باشین دیگه، زود باشین، راهو باز کنین، ما پرواز داریم. 2 ساعت منتظرین، 2 دقیقه دیگه هم صبر کنین دیگه. خب بگو. یادت میاد مراسم خیریه که اومدیم بیرون یه داستان واسط گفتم؟ تو زمانهای دور زن یکی از شاه‌ها رو از زیر زمین دزدیدن.
طرفم برای که زنشو نجات بده هر کاری کرد. قبول کردن، اما براش یه شرط هم گذاشتم. ببین چشماتو نبند، بهترین جای داستان داره میاد. شرط گذاشتم وقتی طرف داره زنشو از زیر زمین میبره نباید چشاشو ببنده. اگه ببنده کار تمومه. بعد تو هم چشاتو نبند دیگه، باشه؟ اگه زن چشاشو میبست از هم جدا میشدن. درسته، اما من اون داستانو یه خورده عوض کردم. وقتی داشتن طرفو میبردن بهش میگن اگه برگردی و بهش نگاه کنی دیگه بهش نمیرسی. اما من خواستم نگام کنی. وقتی چشای تو رو دیدم داغون شدم. خواستم همیشه نگام کنی. یه حسی درونم بود اما نمیتونستم توصیفش کنم. رویا من نمیتونم یکی دیگه باشم، بلد نیستم، اما تو چشای تو میبینم عمر یه شانس دیگه داره که عاشقش بشن و عاشق بشه. ها؟ دستمو بگیر. زود باش دیگه، دستشو بگیر. اگه دوستش داری فکر نکن، زود باش. میدونم دوستم داری، منم خیلی دوستت دارم. ترکم نکن رویا، لطفا. زود باش عمرم. تو ولم کردی. اگه بی خیال تو بشم میمیرم. خیلی دوست دارم. من بگیر بشین. چلبی خان، نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. وقتی همچین لطفی به من کردین. تو رو دوست دارم عدنان، اما به خاطر تو نبود. یعنی چی؟ بیرون از اینجا بهت نیاز دارم. فقط یه کار مونده، حمله نهایی. اردم یه مدته که داره اوزانو تعقیب میکنه. تو دفتر اون یارو آلتانه. وارد عمل میشی فوراً. امیدوارم این دفعه بتونی. منو فراموش کردن. باید یه چیزایی رو به یاد بیارم. به تک تکشون ضربه میزنم. اوزانو نابود میکنم. دیگه منو فراموش نمیکنم. چه اینجا باشم چه نباشم. خلاصه که من تو دستشوییم. اما چیچک خیلی حالم بد بود، داغون بودم. همینطوری دارن در میزنن، بوم 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 بوم. میخوام باز کنم درو، قصد دارم باز کنم اما خم شدم. شیما داره داد میزنه، میگه اسکندر اسکندر. منم دارم صداش میکنم. فکر نکن من صداش نکردم، اما خب تو دلم فکر میکردم که دارم صداش میکنم. هیچ وقت اون روزو یادم نمیره. خیلی خنده‌دار بود. تو دستشویی گیر افتاده بودم. بهتره سر میز صبحونه جزئیات بهت نگم.
خب خلاصه من چرا دارم این خاطره داغونو برای تعریف میکنم؟ نمیتونم. خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ من هر جور که با تو رفتار میکنم، یعنی رفتار الانم، ساده و صادق خودم هستم. دوست دارم همه چیز رو در مورد من بدونی. قبلا اینطوری نشده بودم. چیچک با من چی کار کردی؟ خوش اومدی. ممنون. بدین به من. اسکندر. مامان؟ اون اینجا چی کار داره؟ ما اومدیم. همینه. نمیخواین یه چایی بهمون بدیم بابا؟ من قربونتون برم. خدا نکنه. چی دارین به همه اشاره میکنین؟ همه چیو که نباید بدونیم. بعدم میگم. عصبانیم نکنین، میرم ها. نمیتونی بدیم. کرکیت خانه. بفرمایید. جمره خانم، خبرای خوبی ندارم. عدنان آزاد شده. چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ عدنان امروز آزاد شده. اوزان کجاست؟ سلام پسرم. سلام استاد. حالا که تصمیم تو گرفتی چرا نشستی؟ منتظر نمونم نه استاد؟ یه ثانیارم از دست نده. یعنی فوراً برم؟ الانش هم دیر کردی. قبول نمیکنه. میترسه. به خاطر من میترسه. تو میترسی؟ نه. اوزان جون، اگه واقعا همدیگه رو دوست داریم جایی برای ترسیدن وجود نداره. برو بهش نشون بده. چطوری؟ پسر تو واقعا داری از من میپرسی؟ چه میدونم؟ من از کجا بدونم؟ تو شبیه من نباش. پس میرم استاد. برو نشونش بده. چفگیرم کردی استاد. زود باش برو. باشه رفتم. همینه. فعلا استاد.
اوزان! کسی تو رو دید؟ نه. میتونم چلبی خانو ببینم؟ وقت ملاقات گرفتم، نگران نباش. خب مرد. چطوری؟ توی کوچه گیرش انداختم. وقتی تنها شد مطمئنی مرد؟ کنترل کردم. امروز تو خبرها هم پخش شده. اردم خانم دیدنش. تو چند تا روزنامه خبرش پخش شده. عدنان رو بازداشت میکنن. اگه عدنان رو بگیرن میگه من اجیرش کردم. بله، اما همه چی تموم نشده. چی تموم نشده؟ ها؟ تا آخر عمر اینجا میپوسم. پایان چلبی کایابیری نیست. ملاقات تمومه.